و بالاخره سوالی که مطرح میشه، حالا اگر واکسن زدیم چه منافعی برامون داره؟ با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوام با همدیگه در رابطه با تزریق واکسن آنفولانزا صحبت کنیم. ببینید، در نظام مراقبت جامع از فردی که مبتلا به دیابت هست، تمام تمرکز ما عمدتاً روی چیاست؟ روی بیماری قلبی عروقی، روی مشکلات کلیوی، مشکلات چشمی. یعنی وقتی شما به عنوان یک فرد مبتلا به دیابت به پزشکتون مراجعه میکنید، عمدتاً مراقب هستن که ایوانسیتون چنده، قندتون چجوریه، آیا مشکل کلیوی دارید یا ندارید، آیا دیابتتون براتون مشکل قلبی عروقی ایجاد کرده یا نه، آیا مسائل عروق پا دارید یا نه. ولی ببینید، در رابطه با یک نظام مراقبت جامع حتما بایستی به نکات دیگه هم توجه بشه. یکی از اون نکاتی که امروز با هم دیگه میخوایم مرور کنیم بحث واکسن آنفولانزا است و بیماری عفونی. خب میدونیم که آنفولانزا یک پاندمی هست که هر سال معمولا تکرار میشه. یک نوع بیماری ویروسی هست که میتونه ایجاد ذات‌الریه بکنه و عوارضی رو به دنبال داشته باشه. خب چون این بیماری مهم هست و بنابراین براش واکسن هایی وجود داره که این واکسن ها معمولا برای پیشگیری از ابتلا استفاده میشن. حالا کیا باید این واکسن رو بزنن؟ همه افرادی که بالای 6 ماه هستن توصیه میشه این واکسن رو بزنن، ولی خب در یه عده از افراد توصیه در حقیقت بیشتر انجام میشه. اونا کیان؟ اونا افرادی هستن که بیماری زمینه‌ای دارن، افرادی که دیابت دارن، افرادی که چاق هستن. همونی که ما در کووید دیدیم. در دوران کووید میگفتیم اونهایی که چاق هستن یا اونهایی که دیابت دارن ریسک بیشتری دارن. خب پس اینجا هم همینه. افرادی که دیابت دارن اگر مبتلا به آنفولانزا بشن، اینا بیشتر دچار ذات‌الریه میشن، بیشتر احتمال داره که در بیمارستان بستری بشن. اگر در بیمارستان بستری شدن ممکنه که بیشتر برن ICU یا حتی نیاز به تهویه مکانیکی داشته باشن، یا مدت اقامتشون در بیمارستان طولانی بشه، عوارض آنفولانزا درشون شدیدتر باشه، التهاب درشون شدیدتر باشه و حتی متاسفانه مرگ ناشی از آنفولانزا در بیمارستان بیشتر اتفاق بیفته. خب طبیعتا این سوال پیش میاد که اگر بخوایم پیشگیری کنیم و دچار این عوارض نشیم چیکار باید بکنیم؟ خیلی ساده است. با یک واکسیناسیون ساده واکسن آنفولانزا. سوال بعد اینه که کی این رو بزنیم؟ چه موقعی مناسب تره؟ درسته که مناسب ترین زمان تزریق واکسن آنفولانزا معمولاً فصل پاییز هست و در همه دنیا هم توصیه میشه که فصل پاییز این کار رو بکنن، ولی میشه در هر زمانی این واکسن رو تزریق کرد، حتی در زمستون. یه سوالی که خیلی ها میپرسن که خب آیا این واکسن رو اگه امروز زدیم بلافاصله از فردا ایمن هستیم؟ نه، اینطوری نیست. معمولاً 2 هفته حداقل زمان لازم هست برای اینکه این واکسن ایمنی ایجاد کنه. آیا واکسن آنفولانزا در همه کشورهای دنیا به حد کافی تزریق میشه؟ جوابش خیر هست. شما اگه نگاه کنید مثلا در کشور آمریکا 50-60% بیشتر متاسفانه این واکسن رو تزریق نمی‌کنن، یا حتی در کشورهای منطقه خودمون در منطقه خاورمیانه بعضی از کشورها آمارشون حدود 50-60%. در ایران هم آمار بین 30-50%. بنابراین پوشش واکسن آنفولانزا متاسفانه کافی نیست. حالا اگر بخوایم این پوشش کافی و کامل بشه چیکار باید بکنیم؟ سردستش آموزشه. هم بایستی پزشکان آموزش ببینن، هم باید پرسنل خدمات بهداشت درمانی آموزش ببینن و هم باید خود بیماران آموزش ببینن، چون بیماران خیلی اولا هستن به مراقبت از خودشون و باید در رابطه مراقبت خودشون دقت بیشتری داشته باشن. بنابراین اساس و پایه این که ما بتونیم میزان واکسیناسیون رو به حد مطلوب برسونیم آموزش هست که در رده مختلف باید انجام بشه، ولی بیمار باید انگیزه واکسیناسیون رو همیشه داشته باشه و در خود مراقبتی یکی از نکاتی که بهش باید توجه کنه بحث واکسیناسیون هست. و بالاخره سوالی که مطرح میشه، حالا اگر واکسن زدیم چه منافعی برامون داره؟ آیا اصلا خودمون اگه واکسن بزنیم دچار آنفولانزا نمیشیم؟ چرا ممکنه یک فردی که حالا واکسن میزنه بعداً در مسیر یه موقعی هم آنفولانزایی بگیره، ولی معمولا این آنفولانزا خفیفتر خواهد بود. چرا؟ چون یه سطحی از ایمنی رو در بدنش داره. و خب مطالعات نشون داده که اگر کسی واکسن آنفولانزا بزنه، اگر دچار بیماری هم بشه بیماریش خفیفتر خواهد بود، کمتر دچار عوارض قلبی عروقی میشه،
کمتر حملات قلبی عروقی مثل سکته‌های قلبی یا سکته‌های مغزی یا نارسایی قلبی پیدا میکنه و کمتر دچار مرگ به هر علتی میشه. بنابراین مرگ قلبی عروقی، مرگ به هر علتی، سکته‌های مغزی، سکته‌های قلبی و نارسایی قلبی به خود شدت اون نومونیا یا و ذاتوریه در افرادی که واکسن میزنن کمتر هست. بنابراین من خواستم به همه عزیزان توصیه کنم که وقتی فصل پاییز سر میرسه حتما یادشون باشه که جزء مراقبتاشون حتما واکسن آنفولانزا رو تزریق کنن و اگر هم به هر دلیلی نتونستن، حتی اگه پاییز تموم شد، میتونن در فصل زمستان هم این واکسن رو تزریق بکنن تا بتونن پوشش ایمنی خوبی داشته باشن. با آرزوی سلامتی و شادکامی برای همه افرادی که مبتلا هستن به بیماری دیابت، چه دیابت نوع 1 چه دیابت نوع 2، که هر دو گروه باید این واکسن رو تزریق کنن. خیلی ممنون.